هراس افغانی دیروز تازه دامادی را که 32 روز را در کنار خانواده‌اش گذشتانده بود از آنها گرفت و به جاویدانگان همراه کرد. و یما نام داشت و 21 بهار زندگیش را سپری کرده بود. تازه خبازی را ایجاد کرد. حمله کننده انتحاری یما را با 2 پلیس به جرم افغان بودن و به دست آوردن لقمنان حلال به کام مرگ فرستاد و 21 تن دیگر را زخمی کرد. بهانه‌ای که از 12 سال بدین سو برای نبرد در برابر نظامیان بومی و خارجی انجام می‌دهند. یما اکنون با خاک هماغوش شده است، اما بستگانی را به ماتم نشانده که برایشان عزیز بود. پدرش فرزندی را به خاک سپرد که با چالش‌های زندگی مبارزه کرد و برادری به سوگش اشک می‌ریزد که برای او الگوی مردانگی بود. اسکلپ آمدن برآمدن گفت ساز میریم تیز ناوقت شده. گفتم او بچه‌ها ایستا برو از راه مکرویا نریم، از راه کوچه بردیم سرک قلعه وزیر 3 و 10 میشه تا اونجا که میرسه حادثه خراج دیگه اونطور انفجارات شد. اشک‌ها همه به یاد جوانی می‌ریزد که دیگر هرگز برای خانواده و بستگانش نمی‌خندد. برای رهایی از درد و ماتم زندگی همراه با آنها شانه نمی‌دهد. خواستم کاکایش را به سخن زدن وادارم، اما بغض دوری اما برای او مجال نداد. ما برشان به یک کلام میگیم که شما مسلمان نیستید. در فقه اسلامی خود داریم که قصاص بر ما زندگی میاره. اگر 1-2 نفر از این کسایی که دستگیر شدن که او میخواستن مردم ها را به خاک خون بکشانند، اینا را قصاص بکنه، انشالله که ما و شما دیگه به این وضعیت دچار نمیشیم. کل مردم در خون میشانه، برو بازیلا به تکبر باز دیگه مردم در خون بشانه. بیشک والا خوب مسلمانی است، خوب پاچایی است دیگه. در 1 دهه اخیر همواره شورشان به درخواست صلح با انتحار و انفجار پاسخ دادند. عالمان دین از حکومت میخواهند پس از این نرمش در برابر هراس افغانان را کنار بگذارد. با هر گروهی که تعلق دارند شما جواز قتل مسلمان را از کجا کردین؟ جواز کشتن قتل بیگناه مظلوم و زن و بچه و طفل این مملکت کی برای تو داده؟ تا چه وقت خاموش هستند؟ و این خاموشی از اینها را این ملت تا چه وقت تحمل کنه؟ در بیش از 1 دهه اخیر آسمان و زمین افغانستان شاهد به خاک سپردن هزاران جوانی است که نبرد با هراس افغانی خانواده هایشان را به ماتم نشانده، اما هنوز هم سرنوشت این کشور نامعلوم است. این تنها یمانی است که امروز خانواده‌اش را به سوگ نشانده است. هزاران شهروند دیگر افغانستان نیز در 12 سال اخیر در مبارزه با هراس افغانی جانهای شیرینشان را از دست دادند. اما پرسش کلیدی اینجاست که حکومت تا چه زمانی با مخالفان مسلح از در صلح پیش می آید، در حالی که همواره پاسخ حکومت را با چنین رویکردهای دادند. شیرشان عوابی، تلویزیون خورشید، کابل.